هر وقتی که به مجلس پدر و مادران میرن، معلمای بچه میپرسه سعیده وقتی که از همین در میدوی در حقیقت بوی زنی حقیقی میکنی. سعیده رجب رو خودت فهمیده ایسته که چکار کرده ایسته؟ عطر زده به بیرون برآمدن زن گناه کبیره است، گناه بزرگ است. تو باشی همین کار گناه رکلام داری، از الله نمیترسی. از پیامبر خدا به تو یک پیام دارم. در روایت نسائی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد میفرماید هر زنی عطر زده به بیرون براید و بوی عطر او به مشام مردها برسد، آن زن زناکار است. این سخن پیامبر خدا است، سخن من نیست. حالا سعیده گناه انجام دادنش یک گناه باشه، رکلام کردن کار گناه 100 برابر گناه داره، بلکه از آن هم بیشتر. یعنی هر نفری که به همین رکلام ای تو به همین رکلام کرده اید همین کار گناه انجام داد، به قدر گناه او تو هم گناه میگیری، یعنی در گناه آن شریک میشوی. عطر و خوشبو کردن زن جایز است در درون خانه در نزد شوهرش، اما در بیرون نه، هرگز جایز نیست. از الله بترس، زنهای مردم، زنهای مسلمان به کار گناه دعوت نکن. تو با این کارت زنهای مسلمان را دعوت داری که ای زنها بیای پیامبر خدا را نافرمانی کنی. نمیشود که وقتی همو عطر و رکلام میکنی، همو کار گناهی که تو خودت انجام دادی، همو کار گناه در همینجا تعریف نکنی.